این خیال نکنه که این بیماری حتما منو میکشه. نه، خدا نوشته باشد میکشه. خدا نوشتگی نباشد در دهان کرونا ویروس هم کروی، در کامش هم کروی، خلاصه نمیمیری. انا کسی که با همین اعتقاد در خانهش نشیند و صبر کند و طلب و امید ثواب کند، خدا هم براش اجر یک شهید میده. حتی زنده هم موند ثواب شهادت میبره. اون مردگیش که شهید میشه، مسلمان مردگی، مسلمانه که نمیره و زنده موند ثواب شهادت بنابر خاطر حضرت عایشه مادرمان حتی حالی من کرانتینه که اروپایی ها امروز رعایه دارن، یگانه راه برای پیشگیری این بیماری نیاگون کرانتین است. این خانه نشینی کشورها رو بستن، نه کسی از کشور خارج میشه و نه کسی از خارج کشور رو میداره. تمام دولت ها امروز بسته. 95% سمالیات ها در ایرپورت ها خوبه. این خسارت مالی اقتصادی که اون قدر رزه این مردمی ها زیادتر است، لیکن جای دادشان گفتن ندارن، برای که نه تانک هاشون بکار میره، نه کشتی هاشون بکار میره، نه سمالیات و نه راکت و نه بمب هاشون، همه زمینگیر شده هستن. برابر یک دشمنه که اون دشمن با چشم نمیبینن. البته این عالم همش لشکری خدا ہے و ما یعلم جنود ربک الا هو. این لشکری های خدا رو خدا خودش میدونه. ولی یه مخلوق ضعیفترین و کوچکترین خدا عذاب کرده است. اگر رفت تو یک سیاره رو فرستانه جانب زمین، یه جرم آسمانی رو فرستانه روی زمین، چی بشه حالی ساکنای زمین؟ بنابراین همش از لشکر خدا است. از این خاطر باید بنده مومن در این حالت ها حضرت گفتن چیکار کنه؟ گفتن وقتی که اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیه و اذا وقع بارض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. این کرانتین اروپایی هایی که خوش متمدن میگن پیشرفته میگیرن در عصر 19 با یاد گرفتن. حضرت گفتن که وقتی همه خیلی بیماری های سرایت کننده در شهر شما پیدا شد، وقتی که در شهر شما پیدا شد گفتن از شهرتان بیرون نشوید. اما وقتی که از بیرون باشید و بفهمید که در فلان شهر همه خیلی بیماری پیدا شده است، در اون شهر وارد نشوید. من همین نظام کرانتین 1400 زیاده 1400 سال پیش پیغمبر خدا به ما گفتن، اروپایی ها 100 سال پیش یادش گرفتن یا 150 سال پیش بفهمیدن. این افتخار اسلام است. من امروز یگانه گویا که تدبیر، یگانه معالجه برای پیشگیری همین برای که کرونا ویروس حال همین شده. همه رو خانشین کردن، همون خانه نشستن، مثلا نه کسی خانه میاد نه تو بیرون رفته میده. حتی جمع آمدهای 2-3 نفر زیاد من کرده شدن که در یک جا 2 نفر زیاد در انگلیس حتی جمع شدنش ممکن نیست. چیزای من این جمع آمد ما اصلا ممکن نیست. وقتی که رژیم کرانتین در شهر اگر جاری شود اصلا ممکن نیست خیلی محفل نشستن. خلاصی کلام این هم افتخار اسلام است که این حالت پیغمبر خدا به ما تعلیم دادن که شما کرانتین رعایت کنید. اگر رفت تو کشور دم کرانتین جاری شود ما مسلمان ها باید او رو رعایت کنیم. این خلاف دین و خلاف دستورات اسلام نه. اگر رفت تو مسجد رفتنم سبب همین بیماری رو انتشارش میشده باشد، سبب مرزیات شدن مرگ و میره ها میشده باشد، بله اشکالی نداره ترک نماز جماعت، ترک نماز جمعه. برای که حدیث های صحیح دمون میدونیم وقتی که باران سخت میشد در مدینه منوره خنک میشد، حضرت مؤذن امر میکردن میگفتن بگوی صلوا فی رحالکم، با آواز بلند اعلام کن مردم رو که نمازها رو در خانه خوانند که باران آدم نمیکشت. باران فقط خم زحمت تر